نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم که در سایه الطاف الله متعال هر کجا که هستید هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن در عبادت الله متعال سپری گردد. الله رو بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما کرد تا به همراه شما خوبان و سروران در برنامه دیگر از شرح آیات کلام الله مجید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم با ادامه آیات سوره مبارکه تغابن. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان آیات اولیه سوره مبارکه تغابن رو بررسی کردیم و ترجمه آیات و ترجمه معانی این آیات رو به همراه شما عزیزان داشتیم تا آیه شماره 9 و گفتیم که سوره تغابن نام یکی از نامهای روز قیامت هست و معنای زیانمندی، روزی که الله متعال فرمود ذلک یوم التغابن، روز قیامت روز تغابن است، روز زیانمندی و خسارت کافران و مشرکان. الله متعال در ابتدای این سوره اشاره فرمود که هر آنچه در آسمان ها و زمین است به تسبیح الله متعال مشغولند و در ادامه از صفات خود گفت و از علم خود و از اینکه همه چیز را می‌داند و خلق کرده و خبر دارد و علیم به ذات صدور است و ملامت کرد امت‌هایی رو که نپذیرفتن دعوت انبیای خود رو و عذاب به سراغ آنها آمد و تشویق نمود بندگان خود رو به ایمان به الله متعال و رسولش و وعده داد به کسانی که ایمان بیاورند به الله و رسول و عمل صالح انجام داده اند به بهشتی که اون بهشت در اون نعمت‌های فراوانی است، نهرها جاری است و جاودانه در او خواهند ماند و فرمود که این فوز عظیمی است. در ادامه در آیه 10 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اما کسانی که کافر شدند و تکذیب کردند آیات الله متعال رو، آیات من الله با عظمت رو، کتاب‌های آسمانی و انبیای من رو نپذیرفتن، اولئک اصحاب النار، آنها اصحاب دوزخ و آتشند، آنها اهل آتش و جهنمند، خالدین فیها، در آن جاودانه خواهند ماند. دوزخ و یا همون جهنم و همچنین بهشت و جنت جاودانه هستند و پایان پذیر نیستند. فقط کسانی از مسلمانان که به دوزخ رفتن به اندازه گناهانشان عذاب می‌بینند و برمیگردند به جنت، اما دیگه بعد از آن برای هر دو گروه جنتیان و دوزخیان پایانی نخواهد بود. و به المصیر، و چه بد سرانجامی است دوزخ، سرانجام کسانی که به دوزخ میرسند جای بدی است. پایان مسیر ما، زندگی ما انسان ها دو جا است، یا این مسیر در راست و مستقیم با پیروی از انبیای الهی به جنت خواهد رسید، یا در مسیر کفر و عناد و شرک پایان این مسیر به دوزخ خواهد رسید. الله متعال می‌فرماید پایان مسیر مشرکان و کفار جای بدی است و دوزخ جای ناپسندی است. نشه که مشکلات و سختی‌های این دنیا شما رو بکشاند به سمت کفر و ناشکری و عصیان و تمرد و فراموش بکنید الله متعال رو. طبیعت این دنیا این گونه است، مصیبت داره، سختی داره، مشکلات داره، اما فراموش نکنید که بهترین راه برخورد با طبیعت این دنیا، مشکلات، سختی ها و مصیبت های آن این است که
به الله متعال رجوع بکنید، چرا که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبتی، غمی، سختی و مشکلاتی در زندگی به شما نخواهد رسید مگر اینکه به اذن الله تعالی و اراده الله متعال و تقدیر الله متعال است. آنچه که در زندگی به تو میرسد ای انسان، این در سرنوشت تو بوده است و الله متعال برای تو رقم زده و این برای تو اتفاق می افتاد. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله متعال اراده داشته باشد تا برای تو سختی و مصیبتی برسد، هیچ کسی جلودار او نیست. این اتفاق خواهد افتاد و این سختی و مصیبت و امتحان در مسیر راه تو قرار خواهد گرفت. مشکلات و سختی ها آزمایش های الهی هستند. مصیبت ها آزمایش های الهی هستند که الله متعال او رو در مسیر راه ما قرار میده تا ما و شما رو آزمایش بکنه. همه اینها جزئی از تقدیر الهی است و باید بپذیریم که این تقدیر ماست و با اون راضی بشیم و شکایت و گله و ناشکری و نافرمانی و معصیت نداشته باشیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله. در مقابل این مصیبت ها، در مقابل این سختی ها، کی میتونه که مقاومت بکنه؟ کی میتونه که در مقابل آنچه که زندگی انسان رو متحول میکنه راست قامت باشه؟ بیشترین کسانی که در سختی ها، مصیبت ها، غم ها، حوادث ایستادگی و استقامت دارند، اینها کسانی هستند که با الله متعال رابطه دارند و ایمان دارند. و من یؤمن بالله، و هر کسی که ایمان به الله متعال داره، یهد قلبه، الله متعال قلب او رو هدایت میکنه، رهنمون میکنه به سوی رضایت به قضا و قدر الهی. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبتی به شخصی نمیرسه مگر به قضا و قدر الهی. و من یؤمن بالله، و هر کسی که به این قضا و قدر الهی راضی باشد و ایمان داشته باشه، یهد قلبه، الله متعال قلب او رو آرام میکنه. در روایت غیر متواتر یهد او قلبه، الله متعال قلب او رو آرام میکنه، رهنمون میکنه، سعادت و خوشبختی رو احساس میکنه. انسان ها در سختی هاست که ایمان اونها سنجیده میشه. الله متعال در مصیبت ها، در غم ها، در حوادث تلخ، در اتفاقات ناخوشایند ایمان بندگان خود رو میسنجه و اینجاست که ایمان اهل الله متعال، ایمان راستان و پاسخ خوبان متفاوت است با ایمان انسان‌های ضعیف و پاسخ و جواب انسان‌های ضعیف الایمان. الله متعال با آزمایش‌ها و مصیبت‌ها انسان‌ها و بندگان خودش را آزمایش می‌کنه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم همین که گمان کنن ایمان، همین که بگوین ایمان آوردیم، آیا گمان می‌کنن که دیگه رها میشن و آزمایش نخواهند شد؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، قبلی های اینها هم آزمایش شدن. فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبین، تا الله متعال راست گویان رو از دروغ گویان مشخص بفرماید و برای اونها ثابت بکنه که ادعای اونها راست است یا دروغ. الله متعال ما را آزمایش میکنه. ولنبلونکم، حتما آزمایش خواهد شد، به شیء من الخوف، با ترس، و الجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، و کم شدن مالها، و الانفس، و مصیبتی که در جانها میاد، بیماری ها، فوت و کشته شدن عزیزان، و ثمرات، و همچنین نقص در ثمره کارهای شما و تجارت شما و زندگی شما. و بشر الصابرین، و بشارت بده کسانی رو که صابرن. الذین اذا اصابتهم مصیبت، وقتی کسانی که اونها وقتی مصیبتی میرسه میگن قالوا ان لله و انا الیه راجعون، ما از آن اللهیم و به سوی الله متعال باز میگردیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی نمیرسه مگر اینکه به الله متعال او رو برای تو فرستاده است. وقتی که به تو مصیبتی رسید ایمان داشته باش به الله خودت تا الله متعال قلب تو رو آرام بکنه. وقتی سختی و مصیبتی به تو میرسه قلبت رو آرام کن و بسپر به الله متعال و بگو لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا. با تمام وجودت این معنی رو احساس کن. بگو هیچ چیزی به من نخواهد رسید مگر آن چیزی که الله متعال برای من رقم زده است. هو مولانا،
او مولای من است، آقای من است، سردار من است، خالق و مالک من است، همه وجود من از آن اوست. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و بگو بر الله توکل میکنند مؤمنان، اعتماد میکنند بر الله متعال. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبتی نمیرسد مگر به اذن الله متعال. این رو وقتی که درک بکنیم، این رو وقتی که بفهمیم، تحمل سختی ها و مصیبت ها برای ما آسان می شود. اون موقع میشه که سختی ها و مصیبت ها و آزمایش ها رو بهتر تحمل کرد. و من یؤمن بالله، کسی که ایمان داره به این حقیقت که الله متعال سختی ها و مشکلات و آزمایش ها رو وسیله آزمایش او قرار داده و این جزئی از تقدیر اوست و تقدیر یکی از ارکان ایمان اوست. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، قلبش رو الله متعال سعادت میاره، قلبش رو آرام میکنه، قلبش رو رهنمون میکنه و هدایت میکنه به مسیر درست، به سوی استقامت، به سوی صبر. هر کسی که و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کسی که ایمان به الله متعال داره قلبش هدایت خواهد شد، قلبش آرام خواهد شد. میزان هدایت هر قلب و آرامشش و سعادتش و خوشبختیش و صبرش در برابر مصیبت ها و غم ها و آزمایشات بستگی به ایمان او دارد. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هرچی ایمان تو به الله متعال بالاتر بره قلب تو مستحکمتر میشه. اگر در مصیبت ها، اگر در غم ها، اگر در مشکلات قلب من و تو میلرزه، مشکل از ایمان ماست. مشکل از اینه که ما ایمان ما به ذاتی که خالق ماست، مالک ماست، مدیر و مدبر امور ماست، عزیز است، حکیم است، ارحم الراحمین است. اون کسی که عزیزترین به وجود ما است، اون کسی که مهربانتر از مادر بلکه از وجود خود ما به ماست، اون ذاتی که حکیم است و اون ذاتی که فعل او ظلم در او راه نداره، هرگز برای من و تو بد انتخاب نخواهد کرد و هرچی در مسیر من و تو قرار بگیره به نفع ما و تو است. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه چیزهایی است که ناپسند می‌دانید و الله متعال برای شما خیر در او گذاشته است. فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، و چه بسیار چیزهایی که شما بد میپندارید اما الله متعال در اون برای شما خیر بسیار زیادی گذاشته است. این است که الله متعال باید ما در مصیبت ها و سختی ها خود رو به الله متعال بسپاریم. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کسی که با تمام وجود این معنا رو احساس بکنه، قلبش در مصیبت ها، در غم ها، در دوری ها، در غربت ها، در غصه ها آرام میشه. والله بكل شیء علیم، و الله متعال به هر چیزی از شما آگاه است. الله متعال میدانه که تو وقتی مصیبت به تو رسیده چه حالی داری. الله متعال از مصیبت تو خبر داره. الله متعال از مشکل تو خبر داره. الله متعال از غصه تو خبر داره. الله متعال از دل شکسته تو خبر داره. الله متعال از غم هجران و دوری تو خبر داره. الله متعال از تمام بدی هایی که در حق تو شده خبر داره. الله متعال از ظلمی که دیگران به تو میکنن خبر داره. الله متعال از نجوای قلب تو خبر داره. الله متعال غمهای تو را میداند. الله متعال آرزوهای تو رو یکی یکی به خاطر دارد. الله متعال همه آنچه که تو دوست داری رو میدونه. نگرانی های تو، استرس تو، همه آنچه که بر تو میگذره رو خبر داره. پس چرا خودت رو به الله متعال نمیسپاری؟ چرا ایمان نمیاریم اونجوری که شایسته حق ایمان است و باورمند نمیشه به الله خودت وقتی که برای تو در زندگی تو هر چی رقم بزنه خیر تو است؟ چرا راضی نمیشی به رضای الله متعال؟ دل بده به او و راضی شو به آنچه که الله متعال به تو در زندگی میدهد تا قلب تو سعادت رو احساس بکنه و درک بکنه. والله بكل شیء علیم. فراموش نکن الله متعال همه چیز تو رو خبر داره. در هر شرایطی در زندگی خودت، هر جا که هستی، در بدترین شرایط، در سختترین شرایط، ولو اینکه تمام غمهای عالم به سراغ تو آمده باشد، والله بكل شیء علیم. الله متعال همه چیز رو خبر داره. فراموش نکن، خودت رو بسپر به او و در زندگی این گونه رفتار کن. و اطیع الله و اطیع الرسول، از الله اطاعت کن، از رسول الله علیه السلام اطاعت کن. یاد بگیر از رسولت چگونه در زندگی راه میرفت، چگونه مصیبت ها، مشکلات، سختی ها رو تحمل میکرد. فرزندانش جلوی چشمش از دنیا رفتن، 3 پسرش، 3 دخترش، همسرش، 2 همسرش از دنیا رفتن در جلوی چشمش.
عزیزترین افراد زندگیش از دنیا رفتن، نه خواهری، نه برادری، نه پدری، نه مادری. این شخص با همه مشکلات و مصیبت‌ها، کشته شدن یارانش، اهانت اطرافیانش، گرسنگی‌ها، تشنگی‌ها، زخم‌ها، غصه‌ها، هجرت‌ها، هر آنچه که تو تصور بکنی بر ایشون آمده است، از ایشون پیروی کن، یاد بگیر. و اطیع الله، از الله اطاعت کن، به او ایمان بیاور، خودت رو بسپر به او و از پیامبرت الگو بگیر. فإن تولیتم، اگر روگردان شدی و نرفتی، اون موقع خودت از آزار میبینی، خودت اذیت میشی. فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، بر پیامبر ما، بر پیام رسان ما، بر دعوتگر ما جز بلاغی آشکار و رساندن پیام به وضوح تمام بیشتر وظیفه‌ای بیشتر از این نداره. اون وظیفه خود را انجام داده، هدایت به دست او نیست. اون وظیفه خود را انجام داده به کمال و تمام و اون ملامت نخواهد شد. اما تو ضرر میکنی. تو اون موقع در همین دنیا هم آرام نخواهی بود. اگر میخوای در طبیعت این دنیای پر فراز و نشیب که خم و پیچ‌های فراوان داره مسیر زندگی در آن، اگر میخوای خوشبخت بشی، تنها راهش اینه که خودت رو بسپاری به الله متعال و راه رسولش رو پیش ببری. الله لا اله الا هو، اون ذاتی که هیچ ذات دیگری شایسته حاجت خواستن نیست جز او، هیچ ذاتی شایسته عبادت کردن نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم. این گونه خودت رو بسپر به الله متعال. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله توکل میکنن مؤمنان. هرچی که ایمان انسان بالاتر باشه، توکلش بر الله متعال بالاتر میره. هر چقدر شناخت ما از الله متعال، شناخت ما از صفات الله متعال، شناخت ما نسبت به اسمهای الله متعال، شناخت ما نسبت به افعال الله متعال بیشتر بشه، علاقه ما به الله متعال بیشتر میشه، توکل ما به الله متعال بیشتر میشه. دلت رو از غیر الله متعال خالی بکن، به هیچ کسی دل نبند، نه به پدرت، نه به مادرت، نه به خواهرت، نه به برادرت، نه به دوستت، نه به عزیزت، نه به مدیرت، نه به صاحب کارت، نه به کارمندانت، نه به ثروتت، نه به مدرکت، نه به هیچ چیز دیگری، نه به سلامتیت، نه به جمالت، به هیچ چیزی دل نبند. همه اینها رو فراموش کن. فکر کن تو در دنیا هیچ کدوم از اینها رو نداری. فکر کن در دنیا هیچ کدوم از این موارد نیست در زندگی. تو هستی و تویی که هیچی نداری، فقیر مستضعف درمانده بی‌نوایی که هیچ کاری از تو ساخته نیست. در برابر الله متعال این گونه باید آمد. این گونه خودت رو بسپار به الله متعال. فکر کن فقط الله در زندگی توست و حقیقت غیر از این نیست، که فقط الله متعال است که فریاد رس انسان است و اوست که به درد انسان میخوره. وقتی دعا میکنی در دعای خودت به هیچ کسی فکر نکن، به هیچ وعده‌ای دلخوش نکن، به هیچ کسی دلخوش نباش، فقط خودت رو بسپار به الله متعال. برو دعا بکن، بگو بار الله انک تسمع کلامی و ترى مکانی، تو صدای من رو میشنوی و حال من رو میبینی، و تعلم سری و علانیتی، و آگاه و پنهان من رو میدانی، و علن و آشکار و آنچه مخفی دارم رو میدانی و در قلب من خبر داری. و انا و شروع بکن در پیشگاه الله متعال خودت رو با ذلت و خواری معرفی بکن. و انا الفقیر المستغیث الوجل المشفق، اینهایی که در دعا رسول الله علیه السلام میخوانند، توصیفاتی که رسول الله علیه السلام داشته در دعاش با الله متعال. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، چرا نباید توکل بکنن مؤمنان بر الله متعال؟ و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا، و چرا ما توکل نکنیم بر الله متعال در حالی که ما رو رهنمون کرده و راه ما رو ما یاد داده است. الیس الله بکاف عبده، آیا الله متعال برای بندش کافی نیست؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، از همسران شما، از فرزندان شما کسانی هستند که دشمن شما هستند، برحذر باشید از اونها. وقتی که تو به خاطر همسر خودت حکم الله متعال رو نادیده میگیری، وقتی به خاطر کسب رضایت همسر خودت ظلم میکنی و ستم میکنی، وقتی به خاطر به دست آوردن دل فرزند خودت تو و به خاطر آماده کردن نیازهای او حلال رو از حرام تشخیص نمیدی، وقتی که همسر تو رو از راه الله متعال باز میداره، وقتی به خاطر همسر خودت صله رحم رو قطع میکنی، وقتی به خاطر همسر خودت دست به گناه دراز میکنی، وقتی به خاطر دفاع از فرزند خودت حلال و حرام رو نادیده میگیری، ظلم میکنی و تعدی میکنی، این موقع دیگه این فرزند تو دشمن توست، اون موقع دیگه این همسر تو دشمن توست.
هر همسری و فرزندی که انسان رو از الله متعال دور بکنه، سبب بشه که انسان در برابر الله متعال معصیت بکنه و گناه بکنه، انسانی که فرمان الله متعال رو نادیده بگیره، انسانی که دستورات الله متعال رو نادیده بگیره به خاطر فرزندش، مصلحت فرزندش یا مصلحت همسرش و خواسته فرزند و همسرش، این همسر و این فرزند عدو لکم، دشمن اوست. این فرزند و این همسر دشمن اوست. الله متعال در این آیه من تو میفهماند حتی به خاطر عزیزترین افراد زندگی خودت که فرزندان تو هستن، که همسر تو هست، حتی به خاطر اینها هم نباید حکم الله متعال رو نادیده بگیریم. حتی به خاطر اینها. بقیه که به طریق اولا، به خاطر دوستانت، به خاطر رفیقانت، به خاطر قومت، به خاطر طایفت، به خاطر اطرافیانت، که به طریق اولا نباید این کار رو بکنیم. حتی به خاطر همسرت و حتی به خاطر فرزندت نباید اینها تو رو از راه الله متعال باز دارن. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، مواظبشون باش. اما اگر انسان اشتباه میکنه، اشتباهی کردن، اشتباهی از اونها سر زد، خواسته نامناسبی از اونها دیدی، ولی با اونها با تندی برخورد نکن. و این تعفو، از اونها عفو بکن، اونها رو از اونها بگذر. و تصفحو، و چشم پوشی کن. اگر عفو کردید اونها رو، چشم پوشی کردید و تغفروا، برای اونها مغفرت خواستید و اونها رو بخشیدید، فان الله غفور رحیم، الله متعال بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است. مواظب باشید که نه فرزندان و همسران شما رو از راه الله متعال دور کند، نه به اونها ظلم بکنید، با اونها آنگونه‌ای که شایسته است رفتار کنید، اونها را اشتباهاتشون رو درگذر بشید، چشم پوشی بکنید، ببخشید، اونها رو راهنمایی بکنید. اما جاهایی که حکم الله متعال میاد، خط سرخ الله متعال رو به هیچ قیمتی رد نشید، مرزهای الهی رو به هیچ قیمتی نادیده نگیرید. انما اموالکم و اولادکم فتنه، فرزندان شما و اموال شما وسیله آزمایش شما هستند. الله متعال مالهای شما رو و همچنین فرزندان شما رو وسیله برای آزمایش شما قرار داده تا شما رو آزمایش بکنه. الله متعال ما رو آزمایش میکنه با فرزند ما، الله متعال ما رو آزمایش میکنه با اموال ما، آزمایش های مختلف در شرایط زندگی مختلف. انسان باید در این آزمایش ها سربلند بیاد. والله عنده اجر عظیم، اجر بزرگ و عظیم نزد الله متعال است. اینطور نشه که به خاطر مالتون، به خاطر فرزندتون فکر میکنید که اجری پیدا میکنید، اینجا پاداشی پیدا میکنید، اگر این کار رو انجام بدید مالی گیر شما میاد، اگر این کار رو بکنید فرزند شما در آینده به درد شما خواهد خورد. نه، این کار رو نکنید. هر آنچه که مخالف دستور الله تعالی است کنار بگذارید. مال شما و فرزند شما وسیله آزمایش شماست. مواظب باشید که مال فرزند شما رو به گناه نکشانند. والله عنده اجر عظیم، که اجر عظیم نزد الله متعال است و نه در مال شما و نه در فرزندان شما و نه در همسران شما. فاتقوا الله ما استطعتم، از الله متعال پروا کنید، از الله متعال بترسید هر چقدر میتوانید، تا جایی که توان دارید تقوای الهی پیشه کنید. تقوا مهمترین دستور الله متعال، هدف از آفرینش عالم. الله متعال آسمان ها و زمین رو به خاطر انس و جن آفریده است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما خلق کرده هر آنچه در زمین است. جعل لکم النجوم، برای شما قرار داده تمام ستارگان رو و تمام کهکشان ها رو برای جن و انس. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و انسان ها و جن ها رو نیافریده مگر اینکه عبادت بکنن، و هدف از عبادت این است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای بندگان من، ای انسان ها، الله متعال عبادت کنید. در پایان میفرماید لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. تقوا هدف آفرینش آسمان و زمین است. الله متعال آسمان ها و زمین رو خلق کرده تا بندگانش تقوا پیشه کنند. تقوا یعنی اطاعت از اوامر الهی و دور شدن از آنچه که الله متعال نهی کرده است. این تقواست. فاتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید، توانایی دارید، تا جایی که میتونید تقوای الهی رو رعایت بکنید. آنچه که نتونستید، فراتر از اون الله متعال از شما نمیخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ نفسی رو بیشتر از آنچه که طاقت اوست مؤاخذه نخواهد کرد و از او انتظار ندارن. اما تلاشت رو بکن، هر چقدر تونستی تقوا پیشه کن و به گوش بکنید دستور الله متعال و رسولش رو و اطاعت بکنید این دستورات رو. و انفقوا خیرا، و همچنین مالهای خیر خودتون رو و اینها رو انفاق بکنید. لانفسکم، برای خودتون، یا
معنای دیگر و اسمعوا و اطیعوا و بشنوید و اطاعت بکنید دستور الله و رسولش رو و انفاق بکنید برای خودتون. انفاق بکنید از مالهایی که الله تعالی به شما داده. خیرا لانفسکم، این برای شما بسیار بهتر است. انفاق بکنید برای خودتون. سرمایه های خودتون رو در این دنیا نگه ندارید، بعد از مرگتون جنگ بشه سرش. برای خودتون پیش بفرستید. و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، و اطاعت بکنید و انفاق بکنید برای شما بهتر است. و من یوق شح نفسه، و هر کسی که باز داشته شده است از بخل نفس خود. و من یوق شح نفسه، و هر کسی که باز داشته شده است از بخل نفس خود. فاولئک هم المفلحون، پس او انسان رستگار شده است. فلاح و رستگاری در این است که انسان بخیل نباشه. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، بخل رو کنار بگذار، از انفاق کردن نترس و در راه الله متعال خرج بکن. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، اگر به الله متعال قرضی نیکو بدهی. الله متعال و ما بکن من نعمت فمن الله، هر آنچه که ما داریم، نعمت‌های همه آنچه که پیش ماست از الله متعال است. الله متعال به ما نعمت میده و توفیق انفاق میده و باز میفرماید اگر مالی که به شما دادم رو باز انفاق بکنید، باز به شما بیشترش رو هم میدم. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، اگر شما مالهای خودتون رو به الله متعال بسپارید، قرض بدید، یضاعفه لکم، برای شما زیاد میکنه اون رو، برای شما چندین برابرش میکنه، تا 700 برابر، بلکه بیشتر از 700 برابر. و یغفر لکم، و شما رو میبخشد. انفاق بکنید تا بخشیده بشید. صدقه گناهان انسان رو میبخشه، بذل و بخشش گناهان انسان رو میبخشه. والله شکور حلیم، الله متعال شکرگزار است، قدردان است، سپاسگزار است و حلیم است، بسیار حلم داره. به مجرد گناه انسان رو مؤاخذه نمیکنه، بسیار حلم و صبر داره الله متعال. الله قدردان است. الله متعال کسی رو که در راه او قدم برمیداره او رو فراموش نمیکنه. کسی که برای الله متعال در راه الله متعال خرج میکنه، الله متعال هم او رو نادیده نمیگیره و برای او خرج میکنه و بارها و بارها و بارها بیشتر و بیشتر و بیشتر به او میدهد. عالم الغیب و شهاده، اون ذاتی که عالم به غیب و شهادت است. هر آنچه که آشکار است و پنهان است او میداند، همه چیز رو میدونه. سعی کن صدقه های خودت رو مخفی کنی. الله متعال این رو دوست داره و میداند و خبر داره. الله متعال از باطن و ظاهر تو خبر دارد. اگر هم نداری که صدقه بکنی، دل داشتنش رو، دل بخشیدنش رو داشته باش، نیت بخشیدنش رو داشته باش، نیت بکن. الله متعال از نیت‌های تو خبر دارد. عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم، او آشکار و پنهان را میداند و عزیز است و غالب و چیره و هیچ چیزی او را عاجز نمی‌کند از انجام کارهاش و حکیم است و حکمت دارد. الله متعال همه غیب و پنهان تو رو میدونه، مشکلات و سختی های تو رو میدونه. با او در میان بگذار. او اگر بخواد هیچ چیزی جلودار او نیست تا مشکل تو رو حل بکنه. اما فراموش نکن که الله متعال حکیم است، الله متعال حکمت داره، الله متعال خیر تو رو میخواد. اگر دیدی دعای تو دیرتر اجابت شد، ناشکری نکن، حتما در او حکمتی هست و حتما الله متعال خیری برای تو دارد. و اگر مصیبتی بر تو رسید، به تقدیر او راضی باش. او همه چیز را میداند، از آینده هم خبر داره و حکیم است. حتما برای تو خیری در نظر گرفته است. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو چه میدانی شاید الله متعال بعد از اون برای تو امری رو در نظر گرفته که تو رو غافلگیر بکنه و به تو بشارت بده و یقینا این گونه خواهد بود. هیچ مشکل و سختی نخواهد ماند. سیجعل الله بعد عسر یسرا، پایان هر سختی و مشکلات و مریضی و بیماری و غم اندوه آسانی است و یک وعده الهی است و یقینا این گونه خواهد شد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید از شما تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني